با درود خدمت شما شنونده عزیز، همیهنان عزیزم در سراسر جهان. همونطور که مشاهده میکنید موضوعی که امروز میخوام در مورد اون با شما صحبت کنم موضوعی است بسیار مهم که شاید تک تک شما هم به آن فکر کرده اید و به این نتیجه رسیده اید، اما من در این مورد صحبت میکنم تا شاید یادآوری گردد برای شما عزیزان و به دنبال چاره‌ای باشیم برای حل این معضلی که نامش را ویروس حکومت اسلامی جهانی گذاشتم. در این اوضاع بی‌سامان سیاسی و امنیتی و اقتصادی جهان، توجه جناب عالیان به مراکز فساد فکری و ریشه‌ای عمیق تروریست بین المللی اسلامی یا نمی باشد و یا این حقیر از آن ناآگاه است. از آنجا که پتانسیل هر فلسفه و هر عقیده و هر اندیشه‌ای که باعث تجمع نیرویی گردد در بطن آن نهفته می باشد و محوران به وجود آمده در واقع نماد مرکزیت دورانی آن را نمایان می نمایند و مقدراً برای برهم کوبیدن مقدرات محورهای مسموم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بدون تردید نخست لازم آن است که مرکزیت محور شناخته گردد تا بتوان ریشه را به جای شاخه‌آن خشکانید. قلم این حقیر بران شد تا خدمت جناب عالیان به رسم یادآوری ریشه دوانیده و در حال رشد تروریست اسلامی را در جهان از شمال تا جنوب و از مشرق تا مغرب به تحریر آورد. دنیای دموکراسی خواه امروز که سرمست می باشد از به هم پاشیدن قدرت‌های بزرگ کمونیست در گوش و کنار جهانی که البته هنوز از آن بوی تندروی‌های نازیگونه افراطی و تندروی‌های اقرارجویانه می آید، متاسفانه متوجه نیست که سنگرهای خالی مانده تزارهای چپی و فاشیستهای نازی دیروز را طالبان شهادت در راه اسلام و سربران آزادی به تصویر درآوردند و جای تفنگ‌های ته‌پر آن روزگار را شتابان می رود که بمب‌های اتم این روزگار پر سازد. و متاسفانه اندرین باطلاقی که به وجود آمده چه بخواهیم و چه نخواهیم باید مقبول حضور تک تکمان باشد که به قدرت رسیدن فاشیست های اسلامی در قرن 20 گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم تقصیر همه دول جهان می باشد. آنان که دیروز از بیم نفوذ و ترویج کمونیست در خاورمیانه به مشتی طلبه و آخوند بها دادند و برای نجات دنیای آزاد از شر لنین به حضرت محمد مرده کرم خورده عربها پناه بردند، امروز باید بدانند که آن آخوندها از کدام و کدامی سوراخ سر برآوردند و سنگرهای غیر قابل تسخیر لنینی ها را به دست گرفتند. تاریخ خود بازگو کننده غیر قابل انکاری است که تاریخی بس مخوفتر و وحشتناکتر از دو جنگ جهانی قبل در شرف تکرار است و البته میتوان با دیدی بازتر شروع آن را احساس نمود. آنان که سربریده شدن چند راننده را دلیل جهالت چند انسان افراطی قلمداد می کنند شاید متوجه این واقعیت تلخ و وحشتناک نمی باشند که آنچه امروز در شرف اتفاق است در واقع تکرار تاریخی است که 1400 سال پیش در عربستان یا در 3 دهه اخیر در ایران و سوریه و حتی همین دیروز در عراق اتفاق افتاده است و اگر تا به امروز نتوانسته است بر تمامی نقاط جهان دست درازی نماید، دلیلش هوشیاری جهان آزاد نیست، بلکه مسلماً تنها دلیلش نبودن اتحاد در بین حامیان و قدرت‌های حامی تروریست اسلامی می باشد و البته
دارا نبودن سلاح جنگی برابر با دنیای آزاد نیست یکی از دلایل سکوت قبل از طوفان این مجریان خشونت اسلامی می باشد. آنچنان که خدمت جناب عالیان عرض گردید، برای شناخت هر اندیشه‌ای باید عمق و ریشه آن را شناخت و چون خاص بر این باور باشد که آن ریشه را باید خشکانید، پس واجب امر این است که به نیکی آن را بشناسیم. پس این حقیر برای آن که میکوشد مورد نظر شما قرار دارد لازم دیده است تا مروری کند بر ریشه آنچه پایه و اساس اندیشه است که خود را محق حکومت بر دنیا می‌داند و این اندیشه آنگاه بسیار مخرب می‌گردد که بدانیم باور کرده های آن خدا را رهبر و راهبر خود می‌دانند و مردن در راه این اندیشه را در برابر می‌دانند با زندگانی جاودانی. زندگانی جاودانی مملو از عشرت و مستی و لذتی که در این دنیا به جهت بیکفایت عقلانی خود به دست نیاورده و در حسرت آن میسوزند. پس متوجه باید بود که برای ایشان سوختن در راه خدا مطمئناً از سوختن زمینی در راه آرزوهای گمگشته‌ای که خداشان با آنها در اشرتکده بهشت وعده داده است بسیار آسانتر و راحت تر است. و به این دلیل است که بمب به خود بسته و به دنبال منازل آزادی خواهان و اندیشمندان دنیای آزاد می‌گردند. و جالب آن است که ریشه این اعمال و افکار را نه در قرون اخیر بلکه باید در شهری کوچک و در شنزارهای عربستان کنونی جستجو کرد. نشانه های آن تفکر که در ابتدا دست نوشته های یک بیابانگرد دیوانه نام گرفته بود را امروز میتوان به سهولت دید. پرچم میسوزانند. فراموش نکنیم که در برابر انتشار چند کاریکاتور از محمد پرچم کشورها را میسوزاندند، قبرستانها را ویران میکنند، منظورم قبرستانهای بهاییان در ایران، دستور جهاد میدهند، اشاره میکنم به محو کردن اسرائیل از جهان، انتحار میکنم، اشارم به انفجار برج‌های دوقلو در آمریکاست و گردن میزنند انسانهای بیگناه را در عراق، سنگسار میکنند زنان ایرانی را. حال برای آن که از آنچه به منظور قلمم خدمت جناب عالیان عرض می نمایم دور نشده باشم، نظر شما را به انقلاب 1357 ایران جلب می نمایم.